سلام دوستان، خوش اومدید ویدیو جدید. ماهان منجی هستم. امروز اومدیم برای پرایدمون یه ذره وایر شمعاشو کلا عوض کنیم، چون همیشه استارتش یه ذره مشکل داشت. دو هفته‌ایه. گفتیم دیگه امروز وایر رو شمعش عوض کنیم تا با هم براتون داخل فیلم میگن، داخل ویدیو که چه مشکلاتی ایجاد میکنه شمع و چطور میفهمیم وایر شمعتون هم خرابه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عشق من، بریم سراغ ویدیو. اینا وایر شمعن که سر کوئلمون بسته میشه. اینجا هم شمعمون ایزیر قرار داره. یا آچار همون جغجغه دستش 4 عدد شمع. بچه ما خواهیم داخل ویدیو چی نباشه تبلیغ واضح‌تر از بقیه هم کیفیتم بهتر دیده میشه. حالا میریم برای در آوردن شمعمون و تعویض وایر شمع. خب شروع میکنیم وایر شمع اولیه در آوردن. وایر شمعونه. حالا بهتون گفتم مشخصات خراب شدن وایر شمع چیه؟ کش اومدن. بعضی وایر شمع‌ها دست بذاری یه ذره کش میان، مشخصات خراب شدن وایر شمعونه. این جغجغه آچارمونه که 16 میکنه سرش و همین لازم سر شمع و میریم برای باز کردنش. با خود آچار بازش میکنیم. شمع رو در آورد. شمع جزمانه شده دیگه، به درد نمیخوره این دنیا. آره من همین که شمعم عوض نمی کنیم یه دوتا مشکل داره. یکی ساعت خوب نمیخوره اینا، این سری شمع تو بازه نکنید پیچیه سری شمع اینا میبرید. یکی دیگه هم که دیر شمع عوض کنید این پلاستیک خب آب میشه میره داخل قالباختون و میره داخل موتورتون، چون موقعی هزینه هم گفتی میذاره سر دست. بچه ها یه تیکه وایر شمع هم توش گیر کرده بود، همون داخل وایر شمع وایر حال نه وایر دیدن وایر میخواین درش بیاریم. بچه حالا یه چی میگم وسط ویدیو هم. شمع 3 مدل داریم. یکی داریم پای بلند، پای کوتاه، 2 پلاتینه و 405 و SLX و پراید ساده و پراید یورو 4. وایر شمع که معلومه وایر شمع پراید زیمنس داریم، ساژن داریم، 405 هم که الاخر همشو فرق داره. تموم شد. خیلی تاثیرگذار.
میریم الان برای بستن شمع نو. همونطور که اونجا ما اول با جلوتر باز میکنیم بعدا با دست باز میکردیم، حالا برعکسه، با دست ببندیم با جلوتر باز کنیم. چه؟ دریچه آب بچه داخل کار نه زیاد چی باشید فشار بیارید نه زیاد زور آزمایی کنید، چون یه ضربه باید که یه تمیم موتور مشتی بیفتید. یه ذره زیر دست رو صفر شد ده اوکی. یه ذره صفر میریم سراغ بار شمع. یه دسته بار شمع شروع کنیم بستن. بار شمع قبلیمون رو در میاریم دیگه، حواست باشه در نیاریم. نکن بعد قشنگ متناسب با اینا بار شمع رو بذاریم. کوتاه‌ترین اینه، این کوتاه‌ترینه و میگردید داخل اینا صاف شو کنن که این کوتاه‌ترینشون میشه. اینم کله باشه و کوتاه‌ترینه که اینه به نزدیکترین شمع میخوره در میاریم. اینا میذارید سرش. اینا که بچه فرق بار شمع و داغون چطوره؟ اشتباه شده. خب این کوتاه‌ترینمون رفت. حالا نکنه این بلندترینشونه، این آقا این شخص و با وارشم آخری و بسته شد. این وارشم آخریمون میاد اینجا. اینه اینو با اینجا بسیم. خب دو تا وارشم بدیم. اگه بسته تا ویدیو یادتون باشه یکی از وارشمون ترکید کلش که این شمع وایر ترکیده میشه. خب آخرش هم که با آخری بس میشه. اینجا من نگاه کنید یه گیره داره، یه بارش هم خرابه. یکی دیگه بارش یه دونه دیگه مونده. نگاه کنید این بارش هم همون از زیر باید رد شه. این گیرم اینجا داده باید داخل گیرمون که به موتور نخوره آب شه. یکیمون
اینم رفت جا. اینم گیر میده به یکیشون که نه رومطور. اینم آخریمون. ناکوی بچه ها هم اینجایی که هست همین بغل بسته ای داره. نکن همین بغل همیشه انداختشون حالا میزنشون بغل. نکن اینجا میشه انداختشون. من وارد شماتون اگه مثلا زخمی شد زخمیه یعنی یه ذره پارگی بی وجود بیاد سرشون دیگه تمومه. نوارشم به درد هیچی نمیکنه. پس دو مورد شد، یکی وایرتون کش بیاد، یکی هم زخم میشه. خب بچه‌ها یه چیزی بهتون میگم، کوئیلامون شماره بندی داره، یه تیکه دو تیکه، کوئیل 1 و 4 و کوئیل 2 و 3 و یه تیکه هم داره. به هم بسته به پراید انژکتوری و کاربراتیه. بچه‌ها دیدید که با تک استارت یه روشن میشه، یعنی قبلش هم میدید افتس یالا خب بچه امیدوارم این ویدیو براتون مفید شده باشه. جولای تا پیروز تو ایران میگم ربیع مفید باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. ویدیوهای بیشتر ما تو چنل میذاریم. حالا تازه اول کاریم، برای همه چی میذاریم سپرعوض کردن. چرا همه چی، چه برای ماشین چه برای بقیه ویدیو. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. یادتون این اینستاگرام هم فالو کنید که مطلع شید چه روزایی و چه ساعتهای ویدیو داریم. پس تا ویدیو بعد فعلا خداحافظ.